سلام به یک برنامه جذاب دیگر از خورشید مدیا خوش آمدید. حتما میدانید اتفاقاتی که در افغانستان رخ می‌دهد این کشور را همه روزه سرخط خبرهای جهان می‌سازد. کشوری که با گذشت 40 سال خشونت هنوزم توجه جهانیان را به خود جلب می‌کند. افغانستانی که چندین بار مورد هجوم خارجی ها قرار گرفته متاسفانه روزهای سخت و دشواری را سپری می کند. کشوری که مردمانش 10 سال است منتظر صلح و آرامشند. در این برنامه ما به شما لحظه هایی را نشان خواهیم داد که در افغانستان ضبط دوربین شده. لحظه های شگفت‌انگیز، جالب و بعضا دردناک. اما قبل از آن لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. دوست دارم در اولین صحنه این برنامه به شما این ویدیوی جالب را از کودکان افغان نشان دهم. در اینجا شما 3 کودک افغانی را میبینید که با هیجان دارند بر راهشان ادامه میدهند، ولی مرد سری راهشان میشود و از آنان میپرسد که در جیبشان چی دارند به او نشان دهند. کودکانی که ترسیده به نظر میرسند از جیبهایشان هر یکی جوجه مرغ را بیرون میکنند. حتما هر یکی از ما پس از تماشای این ویدیو به یاد کودکی خود میافتیم. ودرگی چیم جو بو کچی بودی تر او بس زرکو جب گیلی شیشه چه ولی او بس تابی جب گیلی شیشه چه ولی دل ترس او بس زره او بس زرکو اما با تماشای دومین ویدیوی این برنامه شما می توانید وضع امنیت افغانستان را به خوبی حدس بزنید. طالبان در اکثر شهرهای افغانستان حضور گسترده دارند و هر کاری که دلشان شد انجام می دهند. در اینجا شما کامیون‌هایی را می بینید که بنزین انتقال می دهند، ولی در مسیر راه به چنگ طالب افتاده. مردان طالب تانگرهای بنزین را سوراخ می کنند و این گونه تمام بنزین‌ها را به بیرون می اندازند. ویرانی و بدروزگاری که سالها می شود مردم افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند. دغه موټروان د نقیب الله په نامه ده د امرو راغل د موټر دروله ټول تیل په ځمکه خوشي کړي او دغه عبدالرؤف په نامه ده 215 څلوېښت دغه د ادم خان په نامه ده او بل د علي محمد په نامه ده ټول وروره تیل په ځمکه خوشي کړي روان دي. اما به این عکس نگاه کنید. مردانی که در میان کودکان فقیر نشسته‌اند و غذا نوش جان میکنند و خواستن از آن صحنه عکس بگیرند. عکسی که در شبکه‌های مجازی افغانستان به صورت گسترده به نشر رسید. کودکانی که نگاه‌هایشان به غذا افتاده. یکی از این مردان وکیل مردم در پارلمان افغانستان است. اما او در پاسخ به انتقادهای مردم گفته که او و دوستانش در مراسم نذر و ختم قرآن شرکت کرده بودند و در میان کودکان غذا صرف کرده اند، ولی نمی شود نگاه های معصومانه این کودکان را نادیده گرفت. اما در این صحنه شما مردان افغانی را می بینید که برای برداشتن ثمره حاصلات گندمشان این گونه خلاقیت به خرج می دهند. خراب مونک شوب ازش بخم کدو کسره کمته شخمی این ویدیو در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان به ثبت رسیده. آبی فراوانی که از آن هیچ استفاده صورت نمیگیرد. گفته می شود که این سد آب به صورت غیر معیاری ساخته شده و ترک برداشته. سدی که نمی تواند آب را به صورت معیاری در خودش ذخیره کند.
اما افغانستان با وجود داشتن منابع طبیعی چون آبی فراوان و ذخایر زیرزمینی هنوزم به کمک‌های مالی کشورهای دیگر جهان روزگارش را می‌گذراند. در اینجا شما مردان بدخشان افغانستان را می‌بینید که در آن سمت دریای پنج ایستاده‌اند و از امام علی رحمان رئیس جمهوری دوست تاجیکستان می‌خواهند تا برایشان برق و آب برساند. ویدیویی که در شبکه‌های مجازی افغانستان پربیننده بوده. دوستان عزیز، برادران گرامی، ما شما را دوست می‌داریم. همه کارهایی که ما در این منطقه میکنیم برای شما هم هست، برای آبادی شما هم هست. پیشرفت و ترقات شما نیز با مدی و نظر گرفته شده است. از راه و از برق و از آب و شرایطی که ما کرده ایستادیم برای مردم ملیت مختار کوهستان بدخشان، این آینده برای شما هم و اینو باید گرفته شد. اما در اینجا شما بوزی را می‌بینید که بر سرباز خارجی در یک از مناطق جنوبی افغانستان حمله می‌کند. سربازی که تلاش می‌کند تا بوز را از خود دور کند، ولی تلاش‌هایش چندان هم نتیجه نمی‌دهد. بوزی که ممکنه عاشق این سرباز شده باشد و یا این که طالبان حیوان را طوری تربیت کرده باشد تا برای لحظاتی بتواند سربازان خارجی را مصروف نگه دارد تا آنان به کارشان برسند. Fuck off. Tell you what, it's going to get a rifle back in his head in a minute. Well, it does seem to like the tough love. I'll get bored in a minute. و در اخرین برنامه شما کشته مردی قوی هیکل افغانستان را با یکی از افسران آمریکایی می‌بینید. افسری که می‌خواهد به دیگران نشان دهد چگونه چنین مرد غول‌پیکری را مهار کنند. اما او محاسبه‌اش درست نبود و نهایتاً در برابر این مرد غول‌پیکر افغان دوام نمی‌آورد و به شدت به زمین می‌خورد. آدم خاطر میامون امروز شما رو نشان میدم که این شما سلامان برام خدمت نشان میده که ما با شما یاد بگیریم شما بکنید. And what would I try to do to him? جالب میگه چیزی که ما مقصد ما میرم اینجا. خب شما متوجه شید؟ نکنید. Okay. Oh my God. ببینید. امیدوارم از تماشای این برنامه لذت برده باشید. خورشید میدیا را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما میتوانید کانال را با دوستان خود معرفی کنید. تا یک برنامه جذاب دیگر، روز و روزگارتان خوش.